کیک‌های برگردون از اون کیک‌هایی هستن که شما با هر نوع میوه‌ای که دوست دارین میتونین درستش کنین. کیک لطیف با میوه‌های کاراملی مثل زردآلو، هلو و شلیل با یه بافت فوق‌العاده نرم واقعا کم نظیره. در ابتدا باید قالبتون رو چرب کنین، کاغذ روغنی بندازین، روی کاغذ روغنی رو چرب کنین و بذارین کنار. برای کارامل شکر رو تو تابه بریزید، روی حرارت تقریبا کم بذارید و بذارید که شروع به ذوب شدن بکنه. زمانی که 80% شکر ذوب شد با قاشق چوبی هم بزنید تا بقیه شکر هم ذوب بشه. کره دمای محیط رو اضافه بکنید و مرتب هم بزنید. کارامل رو بلافاصله کف قالب روی کاغذ روغنی که چرب شده بریزید. چون اگه کارامل ببنده دیگه نمیتونید تو قالب بریزید. این مرحله کارامل کاملا صفر شده. زردآلوهاتون رو دونیم کنین و بچینین روی کارامل. میتونین از هلوی ورق شده هم استفاده کنین که خیلی خوشمزه میشه. بریم سراغ درست کردن کیک پنبه. تخم مرغ رو با شکر و وانیل به مدت 5 دقیقه با دور تند همزن بزنید تا کشدار بشه. شیر ولرم رو بهش اضافه کنید، دوباره کمی هم بزنید و روغن مایه رو بریزید. یه دور دیگه هم بزنید، دورگیری کنید و بعد آرد و بیکینگ پودر رو روی مایه کیک علک کنید. در حد یک دست شدن هم بزنید و این مایه کیک رو که می‌بینید تقریبا روونه روی زردآلوها بریزید، چند ضربه بهش بزنید و بذارید تو فرن به مدت 50 دقیقه بپزید. نکته مهم برگردوندن این کیک اینه که وقتی از فرن درآوردین به مدت 2 دقیقه صبر می‌کنین و بعد کیک رو بلافاصله برمیگردونید.